قدرمن دوستانو د خبرونې موضوع مو د حجاب څه ته ویل کیږي، څنګه یې تعریفولو شو، د حجاب ارزښت په ټولنه کې څنګه دی او څومره مهمه مسله ده چې حجاب باید موږ په ټولنه کې مراعات کړو. او حجاب څو ډوله دی. بله مهمه مسله دا ده دوستانو چې موږ که حجاب بحث کوو یوازې د یعنی شاید ځینې فکر وکړي چې یوازې ښځینهو ته دا خبره مراعاتېږي. نه، په دې به هم بحث کوو چې نارینه کوم حجاب ترسره کولی شي په ټولنه کې او ښځینه کوم حجاب باید ټولنه کې ترسره کړي تر څو په ټولنه کې فساد رامنځته نه شي، په ټولنه کې ستونزې او مشکلات رامنځته نه شي او موږ او تاسو یوه اسلامي او پاکه ټولنه ولرو او په دغه ټولنه کې ژوند وکړو. د همدې موضوع په اړه دوستانو زما سره په خبرونه کې میلمه مولوي صاحب روح الله رحیمي دیني عالم میلمه دی. شدت ښه راغلاست اوسېږي ماشوي مولوي صاحب سلام ماشي بخیر راغلی. ډېره مننه زموږ بلنه منلې. بسیار زیاد تشکر جناب کمال صاحب. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا استخرجت من بيتها استشرفها الشيطان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جهان سپاس از شما جناب کمال صاحب و همکارای عزیزتان در بخش تکنیک تلویزیون ملی افغانستان که برنامه زیبایی را انداختین که از این دریچه مردم افغانستان مایحتاج زندگی خود را برنامه های دینی تفریحی موضوعات عصری را استفاده میکنن. الله رب العالمین این را در حسنات و در خوبی های همه ما و شما حساب بکنه. و از اینکه ما را دعوت کردین و برنامه امروزی را با هم انشاءالله که راجع به یک موضوع مهمی شرعی و اسلامی پیش میبریم جهان سپاس. ډیره مننه قدرمن مولوي صاحب. مولوي صاحب لومړی به دواړه حجاب تعریف کړو چې حجاب څه ته ویل کیږي، انشاءالله بیا به نور موضوعات ته راځو. دقیقا حجاب از نظر شریعت اسلامی به معنای پوشش شرعی زن مسلمان و شامل پوشاندن تمامی بدنش می شود. البته با اختلافی که در موردش انشاءالله بحث میکنیم یا نظریات فقها در عرصه هست. در کل حجاب عبارت است از پوشاندن زن مسلمان عزت خود را، نفس خود را، موضوع به حساب شخصیت خود را از انظار و نظرهای نامحرم ها و کسانی که زن مسلمان در چوکات شریعت اسلامی اجازه به حساب برهنه کردن خود را در حضور از او نداره. عبارت از همین است. و پوشاندن ستر زن مسلمان از سین مکلفیت تا وقتی وفات را از انظار مردم و اجتناب کردن از تبرج و خودنمایی و خود ظاهر کردن است. بله، ډیره مننه. د حجاب د ارزښت په اړه راته شو. د حجاب ارزښت په ټولنه کې چیرې؟ دقیقاً ارزش حجاب در جوامع بشری و اسلامی جناب کمال صاحب، ما زمانی که از حجاب بحث میکنیم متاسفانه برداشتی نامناسبی که در جامعه افغانی ما امروز مثلا دیده می شود، مشاهده می شود، خواهران ما، مادران ما، همسران ما، دختران ما، زنهای مسلمان به این باور هستند که شاید حجاب یک امر جدیدی تنفیذ شده امارت اسلامی افغانستان است، در حالی که این برداشت کاملا غلط است. ما مسلمان هستیم، حجابی ما عفتی ما هست، حجابی ما عزتی ما هست، حجابی ما تابعداری از فرمان پروردگارمان هست. مردم افغانستان الحمدلله در تاریخ مردم مسلمان برای حجاب، برای عفت، برای طهارت، برای عزتمندی جان دادن. اصلا حرکتی که مردم افغانستان در طول تاریخ افغانستان مردم مسلمان در اینجا داشتن به خاطر همین بود است که خواهر مسلمان با عزت زندگی بکنه، خواهر مسلمان با عفت زندگی بکنه، خواهر مسلمان به این معتقد باشد که حجاب یک امر خداوندی هست. حجاب موضوعی هست که ما به حیث انسان به مرگ معتقد هستیم. فردای قیامت در محاسباتی که با خالق خود داریم، با پروردگار داریم، خواهر ما، مادر ما، دختر ما، همسر ما، به این باید معتقد باشد که این حجاب یعنی تقوا، خدا ترسی. حجاب یعنی پاکیزگی، حجاب یعنی با عزت زندگی کردن، حجاب یعنی اجتناب از ارتباط و از در انظار عامه انداختن شخصیت خود. اسلام در باب حجاب مقام و منزلتی را که به مادر مسلمان، به خواهر مسلمان داده است، این در حقیقت به سعادتمندی دنیوی و اخروی از او دلالت میکند. نه که بیاییم ما از این متاسفانه جناب کمال صاحب هستند کسانی که از باب حجاب و حجابداری
علیه شخصیت خود، علیه سعادتمندی خود مبارزه میکنند، ظلم به خود میکنند، در حالی که باید خواهران ما، مادران ما در افغانستان، در سایر جهان باید بدانند که مسلمان زمانی که در هر کجایی که زندگی میکند، یک زن مسلمان مکلفیت شرعی و خدایی دارد که او با حجاب اسلامی زندگی بکند و زندگی خود سپری بکند. ډیره مننه، ډیره علی په زړه پورې ښه را به شو دې ته مولوي صاحب محترم چې حجاب ډولونه لري، یعنی په څو ډوله دی یا په څو رقمه دی حجاب؟ دقیقا حجاب ما زمانی که از حجاب و حجابداری بحث میکنیم، قسمی که شما قبلا در مقدمه اشاره کردین، حجاب به معنای ستر عورت هست. تنها و تنها مشخصیت یا محدودیت حجاب اسلامی به زنها بر نمیگرده. او خو زن در کل عورت هست. بله وقتی که زن شریعت اسلامی میاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم از این اشاره میکنن که المرأة عورة، زن عورت هست. اذا استخرجت من بیتها استشرفها شیطان، زمانی که از خانه میبره شیطان این خانم مزین میسازه، زیبا آراسته میسازه در انظار مردم. به این خاطر باید که سر تا به قدم خود را بپوشانه، ستر بکنه از انظار مردم. همچنان مرد هم در ساحه حجاب شرعی مردا هم شامل هستند، چون در شریعت اسلامی، در فقه اسلامی، مرد هم از ناف تا به زانوش عورت است. باید که مرد هم حجاب شرعی و اسلامی را مکلفیت داره که ستر بکنه. اما ساحه محدوده ای که پوشش عورت هست، ستر عورت هست، بله این هم باید که در شامل باشه و رعایت بکنه. آمدیم در موردی از که نوع حجاب یا مقداری از حجاب، اما آیات قرآن عظیم شان که الا ما ظهر منها، در کلمه الا ما ظهر منها اختلافی که فقهای اسلامی دارن، علمای امت دارن، به این است که تعدادی از علما، جمهور علما و فقهای اسلامی به این باور هستند که زن سر تا به قدمش، چهرهش، اصلا تمام زیبایی های زن برمیگرده به چهرهش. از همین چهره هست که کشش جانب مقابل به حساب متوجه می شود. زن مثلا زن ولو که در ساحه پوشش غیر اسلامی هم اگر جناب کمال سے بیرون برآید، لباسی ازی بدنش ستر هست، یک نوع یک لباس با خود می داشته باشه، اما آنچه که به تحرک جنسی مقابل می انجامد او خوردن چشم به چهره خانم است. به این خاطر عموم علما، حتی فقهای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که فقهای عظیم در این عرصه بحث کردن، چهره را در امرای کفین و قدمین در حجاب شامل نمی کنند. اما در عصر معاصر و امروزی از خاطر فتنه ها که به اوج خود رسیده است، علمای دانشمندان فقها در مذهب حنفی نیز به همین باور هستند که خانم، زن از مکلفیت به بعد باید سر تا به قدمش ستر باشه، مسئول باشه، محفوظ باشه. ډیر علی، ډیر مننه. په دې په دواړه بحث وکړو چې ډېره مهمه مسله ده. حجاب په کور دننه او حجاب د کور څخه د باندې د یوې مسلمانې ښځې لپاره څه دی؟ که په دې دواړه بحث وکړو، آیا ځینې خویندې میندې زموږ دي موږ یې ګورو په کور دننه کې ډېر ښه حجاب مراتوي، خو ځینې نه مراتوي. آیا په کور دننه کې هم حجاب مراتولی شي؟ یعنې مراتیږي؟ په دې باندې اسلام مېرمنې مکلفې کړې چې په کور دننه کې هم حجاب باید مراعات شي، او د کور د باندې خو موږ وویل چې باید حتی مخ هم باید پټ که و راوزی، خصوصا په او زمانه کې. دقیقا جناب کمال شما بسیار به یک نکته مهم اشاره کردین، خصوصا در این عرصه در رعایت حجاب در داخل خانواده ها نیز زنها در مجتمعات افغانی ما متاسفانه به مشکلات سردچار هستند. مثلا جناب استاد شما بر بگردین به یک خانواده افغانی امروز، اونجا در بسیاری خانواده ها به این باور هستند که بچه خاله، بچه ماما، مثلا بچه کاکا، اینا به ما مثل برادرمان هستند. رفتار یک خانم، یک دختر جوان مثلا با بچه خاله و بچه ماماش و بچه کاکاش طوری هست که مثل برادرش است. این خلاف است، این درست است. بله زن مسلمان عموم مقدار حجاب شرعی را که مکلفیت رعایتی از او را از نظر شریعت داره، به نامحرم در بیرون داره، در داخل خانه هم به نامحرم به او مکلف است. متوجه شدین استاد؟ یعنی مکلفیت یک زن مسلمان به پوشش عورت خود، ستر عورت در بیرون از خانه، قسمی که هست در مقابل در انظار افراد و اشخاص نامحرم در داخل خانه هم به او مکلف است. اما افرادی که در محارمش هستند، مثلا برادر است، مثلا پدر، مثلا شوهر و کسایی که محارم هستند، مشخص هستند در قرآن عظیم شان، در مقابل افراد اشخاصی که محرم حساب میشوند، باز اگر عادی هست کدام مشکل ان شاء الله که نمی داشته باشه. اما یک نکته دیگری که در داخل خانه جناب استاد خانواده ها باید او را رعایت بکنن،
حیا و رعایتی عظمت و جایگاهی عزت نفس و عفت شخصی یک خواهر مسلمان، یک مادر مسلمان است. یعنی اینجا باز هم یک زن مسلمان به او شکلی که در حضور شوهر خود مثلا میتونه در خانه زندگی بکنه، با او شکل زندگی را در نظر پدرش هم حیاءً، از خاطر حیا، رعایت حیا باید که رعایت بکنه. این به یک شکلی عادی در حضور برادر و پدر و محارم خود زندگی میکنه. اما موضوعی که شما اشاره کردین استاد، رعایت ستر عورت را در داخل خانه نیز در حضور نامحرم ها، مثلا بچه خاله، بچه ماما، بچه کاکا، بچه های همسایه و غیره کسانی که داخل قوم هستن، به این حق دارن که ازدواج بکنن. به این خانم مسلمان باید که رعایت. بله، ډیره مننه. په دې په ډول بحث وکړو، تاسو موږ ورته اشاره وکړه. زه غواړم چې باید مفصل او بشپړه خبرې وکړو. بیا ان شاء الله حجاب ګټو ته هم راځو، په ټولنه کې ګټې چې دي. زه دغه نه مخکې یوه دا پوښتنه کوم، موږ یو حجاب لرو او یو عفت او عزت لرو د یوې مسلمان خور دپاره. که یو میرمن یا یوه زموږ خور ښه حجاب یې کړی وي، خو متاسفانه عزت او عفت په هغې کې نه وي، بیا په ټولنه کې څومره ستونزه رامنځته کېږي، څومره ستونزې وړ کېږي. مثال درته وایم، یوه زموږ خور د باندې راوځي، دکان ته ځي، بازار ته ځي، دغسې کړنې ترسره کوي چې هغه حجاب ورسره بد معلومیږي. په دې تړاو ستاسو نظر اخلو. دقیقاً باز هم در این عرصه برمیگرده به طهارت قلب یک زن و یک خواهر مسلمان. بسیاری ها بله دقیقاً ما زمانی که میاییم از ستر و پوشش و حجاب بحث میکنیم، به این معنا نیست که یک خواهر اگر به عدم رعایت پوشاندن چهرش از خانه بیرون برآمده است و بسیار حیا و عزت و عفت و طهارت مکمل داره، او را ما مساوی بسازیم با او کسی که با حجاب برآمده و فتنه‌گر از در بیرون، به گناه دست و پنجه نرم میکنن. بسیاری ها در زیر پوششی حتی اسلامی هم به گناه مرتکب شدن در بیرون. این معنا را نداره که مقایسه نشود. متاسفانه برداشته های خواهرانی ما و قشری زنها در افغانستان از محتویات حجاب تو یک چیزی عکس العملی هست. ما نباید زندگی را به شکل عکس العملی جامعه خود دین برابر بکنیم. ما باید خود با دین عیار بسازیم. اگر گناه، مثلا جناب کمال سی ببینین، دروغ گفتن خصلت منافق است، درست است؟ اگر دروغ من یا عالم دین میایم میگویم خصلت نفاق است. اگر این دروغ یک عامی هم، یک جوانی که تحصیل نکرده، یک بیچاره که هیچ چیز نمیفهمه از دین مثلا، او هم دروغ میگه، خصلت نفاق است. معناش این است. من خواستم این را اشاره بکنم که اگر به گناه و معصیت یک خواهر به زیر پوششی حتی اسلامی هم دست میزنه، گناهگار است، رسوا است، به پیش خدا مسئول است. قسمی که خواهری دیگر به عدم رعایت حجاب اسلامی به یک گناه دست میزنه، در پیش خدا مسئول است و جوابدeh است. ډېر عالي. ښه، اوس به راشو په دې به دواړه بحث وکړو چې د حجاب ګټې په یو اسلامي ټولنه کې څومره دي، څومره مهمې دي، او د حجاب دی چې کولی شي چې زموږ په ټولنه کې ډېری ستونزې او مشکلات حل کړي. دقیقاً حجاب عفت است. یکی از فوایدش حجاب عفت است. رب ذوالجلال میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این پیامبر صلی الله علیه و سلم، سردار دو عالم، به زنهایت بگو، به خانمهات بگو، به دخترانت بگو، به زنهای مؤمن بگو که روسری های خود بالای خود آویزان بکنند. این یک نکته است که عفت است، پاک دامنی هست. و اگر این پاک دامنی را با وصف دستور خدا هم زن رعایت نکرد، و پیش خدا مسئول است. دوم، حجاب ستر است، یک نوع ستر است. حجاب پرده است. حجاب آرامش و اطمینان بخش است و صاحبش. کسی که به زیر حجاب زندگی میکنه، شما از خواهرها پرسان بکنین، از مادرها پرسان بکنین، حتی اون خواهری که به حجاب اسلامی و به ستر اسلامی معتقد نیست، اگر در جامعه مثل افغانستان بیرون به سر لچ و برهنه بیرون برایه، خودش ناآرام است. اما اونهایی که به حجاب، به روسری، به رعایت ستر خود بیرون میبرایند، در آرامش زندگی میکنند. همچنان حجاب جناب استاد از نکته موضوعاتی هست که در این تقوای خداوندی وجود دارد. الله رب العالمین در تمام عرصه های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی، عبادی، در موضوعات سیاسی، در کلی عرصه ها ما مسلمان ها را به خدا ترسی دستور داده است. حتی در رعایت حجاب برای زن و مرد مسلمان ما باید که به این معتقد باشیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اهل ایمان از خدا بترسین.
اهل ایمان شما ستر عورت را رعایت بکنین. زن و مرد، زنی مسلمان از خانه میبراید باید با یک فکره خدا ترسی بیرون براید، به خاطر ازی که در مقابل این همه فواید که عفت است، طهارت است، آرامش میبخشه، عزت و ستر میبخشه، سعادتمندی دنیا و آخرت به یک زن مسلمان، به یک دختری مسلمان، به یک مادری مسلمان میبخشه و حساب او را به ای آماده میسازه. همچنین در قبالش استاد بدی ها هم داره. خانومی که حجاب رعایت نمیکنه گویا به یک مفسده اخلاقی دست میزنه، گناهگار میشود. اینجا تبرج یا اینکه خدا ناخواسته عدم رعایتی حجاب این یک نوعی تبرج است، در حالی که قرآن ما، کتاب ما، معتقدات ما به ما به صراحت دستور میده ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. این زنهای مسلمان، مادران مسلمان، خواهران مسلمان، قسمی که در دوران جاهلیت مردم از رعایت حجاب محروم بودند، برهنه در انظار عامه خدا برملا می ساختن، شما این کار نکنین، با او شباهت اختیار نکنین. به خاطر ازی که مسلمان به جاهل، مسلمان به بیدین، مسلمان به یک کسی که اصلا به هیچ آیینی به حساب سماوی معتقد نیست تفاوت دارد. بناهن گناه و معصیت تر مسلمان دنبال نمی کند. مسلمان به این باور است که من باید که در دنیا چهارسوایی که زندگی میکنم این را به خاطر افراد نه، به خاطر مثلا خوشبینی و بدبینی امام مسجد یا مثلا وزیر مربوطه در یک نظام یا مثلا یک احمد و محمود نه، به خاطر حصول رضای پروردگار من باید که حجاب خود را رعایت بکنم، خدا ترسی خود را رعایت بکنم، عفت و طهارت خود را رعایت بکنم، چون فردا من برمیگردم به پیش پروردگارم. یا ایتها النفس المطمئنه، اونجا باز افتخار است به او خواهری که به جمع نفسهای مطمئنه مهمان پروردگارش میشه. الله تبارک و تعالی جناب کمال سیب به ما و شما توفیق نصیب میکنه که ما داشته های دینی خدا که او حجاب است، تقوا است، دیانت است، آرامش است. حجاب اصلا کلی خوبی ها را در خود واقعا دارد. ډیره مننه. را به شدې ته چې موږ او تاسو په اوسنۍ ټولنه کې ژوند کوو، دغه اوسنی حجاب چې زموږ او تاسو خویندې مراتبي د اسلام مبارک دین د حجاب په اړه څه ویل دي؟ حجاب باید څنګه وي؟ څه شی باید واغوستل شي؟ باید یعنی په هغې کې ځینې ځانګړنې دي، مثال حجاب یو داسې ټیکه نه وي چې هغه جلب کوي، خلک جلبوي، یا مثال دې ته ورته د اسلام مبارک دین په دې باندې مفصل بحث کړی، کولی شي د هغې نه راته ووایي؟ دقیقا جناب استاد، ما وقتی که به تعریف حجاب بر بگردیم و کلمه حجاب که در اصلش از لحاظ لغوی به معنای منع است، این یک حائل میان انسان و وجود انسان یا انسان و انظار و نظرهای دیگرها هست. در جوامع اسلامی و بشری برداشت از حجاب فرق میکند. قسمی که استفاده کردن عمامه در ممالک اسلامی فرق میکنه، درست است؟ پوشیدن عمامه دقیقا یک سنت هست، اما فریضه ای نیست که تمام مسلمان ها مکلفیت به این داشته باشند که باید ما همه را ملزم بسازم که نمیتونی یک عمامه به سر بکنن. بله، یک کسی خوش داره پکوله به سر میکنه، یک کسی یک کلا را به سر میکنه، کسی ایره به سر میکنه، کسی هم سر لچ حرکت میکنه، حتی عبادت میکنه مسلمان ها در دنیا. این تو یک نمونه هست. حجاب هم عین نکته هست. حجاب در جامعه افغانی عبارت از مو چادری خاصی که مردم افغانستان به تن میکنن. بعدش هم اگر هدف من است که انواعش هر آن لباسی که زیبایی زنها را از انظار دیگرها پوت میکنه او حجاب است. پوششی ستر عورت توسط هر لباسی که هست، حالا رنگ، بله دقیقاً، باز با استفاده از پوشش حجاب نباید خواهران ما لباسی را حجاب برای خود چادر هست یا چادری هست یا حجابای معمول عربی که امروز با رنگ‌های مختلف خانم‌ها و دختر خانم‌ها به تن میکنن، طوری نباشه که زیاد نازک باشه، او باز درست نیست، تبرج در او به میان میآید. یا اینکه اینقدر زیاد گویا این که همون جلایشی از او زیبایی از او طوری باشه که بالکل موردی کشش قرار بگیره، جانب مقابل متوجه بسازه. قرآن و خانم‌ها آدابی زندگی را یاد داده است استاد. از جمله میگه زمانی که راه میری
راه میره شما اینقدر پای خود به زمین تک 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 محکم نزنید که جانب مقابل که مردها هستن متوجه به شخصیت شما شوند. بسیار با آرامش زن باید راه برود. زمانی که کسی در پشت دروازه میآید اجازه میگیره یا پرسون میکنه در پشت دروازه، باید که زن قدر صدای خود نازک و باریک نبکنه که فیطمع الذی فی قلبه حرج. کسی که در دلش یک اراده بد داره او جلب توجه کنه، قابل توجه جلب توجه صورت بگیره برای از او. بناهن در صدای زنها، در رفتار زنها، در لباس زنها خصوصا در اینجا کاملا اسلام دستورات دینی ما از آیات قرآنی، از احادیث نبوی و از داشته های فقه اسلامی به خانم های مسلمان همین است که باید که طوری حرکت بکنن، معیشت بکنن، زندگی بکنن که خدا ناخواسته یک زمینه گناه و معصیت به بار نبیاید. چرا؟ به خاطر از اینکه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. مردها را میگه شما از دنیا بترسین. دنیا چرا از دنیا بترسین؟ چون هوا و هوس نفسی اماره بسو وقتی که حاکمیت در وجود یک انسان، مثلا یک انسان حاکمیت پیدا بکنه، انسان به خاطر دنیا عبادت خدا را ترک میکنه، از خاطر پول حرام حلال دیگه استفاده نمیکنه، از خاطر جایگاه و مقام و منصب به دینی خود دیگه بر نمیگرده. و تقوا النساء، از زنها بترسین به خاطر از اینکه زنها میتونن که مردها را به فتنه برسانن، به خدا ناخواسته به همو قبیح ترین نمونه به معیشت نظام اجتماعی مردها را برسانند. پس از زنها میگه بر حذر باشین، چون فتنه ای که در بنی اسرائیل بود همین زنها بودن. جناب استاد ما یک اشاره داشته باشیم به اینکه جناب عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه زمانی که به فتوحات سرزمین فارس و ایران حرکت میکنن، در اونجا قوت حرکت مسلمان ها طوری بود که مردمی که در اوساها و در امپراتوری زندگی میکردن به این باور شدن که دیگه جلوی از یار هیچ چیز گرفته نمیتونه، و جز این که دخترهای جوان قسمی که امروز در سیستم زندگی دنیا شما اگر متوجه باشین از دخترهای جوان به حیث دیکوریشن استفاده میشه. متاسفانه در دنیای خارج شما دیدین از یک دختر جوان ما شاهدی از این هستیم که تابلوی پهنتون خصوصی را یک وسیله تجارتی جور شده بی. در بخشای طبی ببینید که از یک دختر جوان وسیله یک تابلوی تجارتی در بخش صحی جور شده بود. این درست نیست. جایگاه زن، جایگاه دختر جوان، جایگاه یک مادر، جایگاه یک دختر، جایگاه یک خواهر ما بالاتر از این همه داشته های دنیوی هست. این معنویتی از عزتمندی از حیایی از عفتی از حجابی از سعادتمندی از برای ما مردای مسلمان مطلوب است و باید که مد نظر گرفته شود. زمانی که این دخترهای جوان در قطار ایستاد میکنن، لشکری عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در ساحه میرسه. او لشکری تربیه شده عمری بود. اون وقتی که میروند گفته بودن که ما داشته های ما، دینی ما به ما ایره میآموزانه که وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دخترهای جوان که دیدن سر خود تا انداختن، چشم خود پیش خود گرفتن، تیر شدن رفتن. بعد دشمنا فهمیدن که نیروی بنامی نیروی اسلامی و ایماندار و مسلمان را هیچ چیز از این جلوگیری نمیکنه که اینا هوا و هوس نفسانی خود را قربانی دینشان میکنه. ډیر مننه. ټوله کې بحث راټولو په افغانستان کې اوس مهاله نیکمرغه اسلامي نظام حاکم دی او ایجاب تر ډیره مراد شوی دی او ډیر زموږ خویندې میندې د نیکمرغه په بازارونو کې کوم ګورو، پلارګي ګورو، خارونو کې ګورو، ایجاب په بشپړه توګه مراد شوی دی. خو بیا هم زموږ موخه او هدف د دې خپرونې څخه دا دی چې مخکې تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې ایجاب نه د حکومت خبره ده، نه د یو وزیر خبره ده، د اسلام د مبارک دین خبره ده. نو مننه کوم. بحث راټولوو. پیغام مو څه دی هیوادوالو ته، افغانستان مسلمانو خویندو میندو ته څه ویل لرئ؟ دقیقا پیامی ما به خواهرانم، به مادرانم، به خانم هایی که در این سرزمین زندگی میکنن همین است که رعایت حجاب را یک امر اعتقادی و خداوندی بدانند. این را وابسته به هیچ نظام و به هیچ شخص و افراد و اشخاص ندانند. از خانه خود زمانی که میبرایند به بازار میروند، به ساحات تعلیمی میروند، به حل مایحتاج ضرورت های زندگی خود میروند، حجاب اسلامی را در چوکات قرآن کریم، دستورات سنتی نبوی و داشته های فقه اسلامی رعایت بکنن و به این معتقد باشند که سعادتمندی ما در دنیا و آخرت
تابعداری از مقدسات دین ما است. ډیره مننه قدرمن مولوي صاحب روح الله رحیمي چې زموږ سره خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چاره کې بریا وغواړم. خوشحاله اوسئ. مننه. خیر اوسئ.